خب از کجا شروع کنم؟ یه مطلبی میخوندم چند روز پیش، گفت دوستای صمیمی از لحاظ ذهنی با هم ارتباط فرکانسی برقرار میکنن. فکر کنم سال 95 بود که وارد قرنطینه شدم، مثل 4 سال گذشتهش که میرفتیم برای اجرای برنامه. روز فقط یه ذره فرق کرد. این عکس رو چند روز قبل از اینکه بیمارستان بستری بشم گرفتم. اینجا هم بعد از شیمی درمانی بود که موهام ریخته بود. یهو به من گفتن که بیا لباس تنت کنیم، لباس مخصوص گانای ضد عفونی شده بیمارستانی رو تنت کنیم و بیا برو تو قرنطینه. بعد اولین اتاقی که وارد شدم یه دختر با چشمان خیلی زیبای خوش صحبت رو دیدم. همونجا تو گوشیم اسمش سیف کردم فاطمه اتاق 1، چون اتاق 1 قرنطینه. اینجا 19 اسفند سال 95 روزای پر از درد قرنطینه است. برادرش به من گفتش که فاطمه خیلی مثل این که موضوع بیماریش خاصه و خطرناک و پسر خاله فاطمه هم دور از جونش با همین بیماری بیمارستان طبی کودکان بستری شده و فوت کرد. هم موقع به داداشش گفتم که شما خواهرتون رو بیاری بیمارستان شریعتی بستری کنید. همون وارد اون اتاق شدم و فاطمه رو دیدم و داداششون حرفا رو زد، پیش خودم گفتم عجب کاری کردم، چرا اصلا این ریسکو کردم، اگه خدایی نکرده چیزیش بشه من هیچ وقت خودمو نمیبخشم. دیگه از اون روز هر تماسی که از بیمارستان با من گرفته میشد من تمام تن و بدنم میلرزید. توی قرنطینه به این فکر میکردم که زودتر خوب بشم، برگردم پیش دوستان. گذشت و فاطمه خب الحمدلله بهتر شد و بهتر شد و بهتر شد تا مرخص شد. ما دوران بعد از قرنطینه‌اش وقتی مجبور بود تهران بمونم، حالا سعی کردیم کنارشون باشیم. من بعد از 2.5 سال برگشتم شهر خودمون خوزستان. اینجا سید و آقای کلهر اومده بودن خونمون، برای تولد من بود اومده بودن پیشم، برام هدیه آورده بودن. میرفتیم میومدیم خونهشون با هم، با بچه ها و اینها میرفتیم با فاطمه بازی میکردیم، نقاشی میکشیم. بود که من بعد از اینکه خوب شدم داشتم مراحل بعد از پیوندمو طی میکردم، با یکی از همین مددکارای ترنم ازش خواستم که منو ببره پشت شیشه‌های اتاق قرنطینه که بچه‌ها رو ببینم، باشون ارتباط بگیرم، که بگم آقا من خوب شدم. از اون موقع این کار خیلی دوست داشتم که برم بچه‌ها امید بدم. که قرنطینه شاید از نظر ما یه قاب بسته باشه که بچه‌ها توی اون فضان، شاید از نظر ما اینجوری باشه که آقا حوصله‌شون سر میره، فقط این مشکلشون باشه، ولی در واقع این نیست. دردایی که بچه‌ها میکشن با اون بدنهای ظریفی که دارن، شیمی درمانی‌های سنگینی که طی میکنن، داروهایی که مدام ساعت به ساعت به این بچه‌ها یا تزریق میشه یا که مصرف میکنن، این باعث میشه که روی روحیه‌شون خیلی تاثیر بذاره. یعنی یا اون داروها باعث میشد که روی روح این بچه‌ها هم، روی روح و ذهنشون هم تاثیر بذاره و این باعث میشد که بعدش به روانپزشک مراجعه کنن. شاید از طرف خانواده درک نمیشدن که آقا اینا جدا از این که دارن درد جسمی رو تحمل میکنن، از نظر روحی هم خیلی اذیت شدن. من از روزی که توی بیمارستان شریعتی بستری شدم، یعنی کلا من امید درون من خیلی زیاد بود و اینو واقعا نمیدونم چطوریه. اینجوری بودم که وقتی که از فضای قرنطینه بیرون بیام خوب بشم، به این فکر میکردم که مثل ترنم که میان پشت شیشه‌های قرنطینه به بچه‌ها امید میدن، کنارشونن و این باعث شده بود که من ازشون یاد بگیرم بعد از اینکه خوب شدم برم فضای قرنطینه به بچه‌های دیگه امید بدم، بگم آقا منم این دردو کشیدم، منم این روزا رو گذروندم، میدونم فضای خیلی سختیه، میدونم با چه دردی دارین دست و پنجه نرم میکنین، به چی فکر میکنین، قراره بعدش چی بشه. تو هر برنامه‌ای که فاطمه رو دعوت میکردیم و میومد، فاطمه چشم قشنگی بچه‌ها بود و برای من فاطمه اتاق 1.
و همون نور باعث شد که من الان بعد از 10 سال بیام عضو مجموعه ترنم بشم. و امسال که سال دانشگاهشه، یعنی کنکورش رو داده و آماده اینه که توی خیریه دانشجویی بیاد و مشغول شه. بتونم دوباره بیشتر برم فضای قرنطینه. ازش خواهش کردیم که دیگه از این به بعد به عنوان یک همکار ما در خدمتش باشیم و بیاد پیش ما. و تقریبا 1 ماهه که فاطمه به عنوان همکار کنار ما و خیلی شیرینه، یعنی یکی از شیرین ترین اتفاقاتیه که به نظرم از سال 91 تا 1404 برای ترنم افتاده. امیدوارم این اتفاقای شیرین همینطوری برای ما، خیریه ما و کشور ما بیفته.